خدمات مسیحی بیت عنیا تقدیم می کند. مجدد سلام، خوش اومدید. امیدوارم خوب باشید، هفته خوبی رو پشت سر گذرونده باشید. بریم روی پیغام. پیغام جدید نیست، خیلی راجبش صحبت میشه، مخصوصا من سعی میکنم هر یه سال دو سال این پیغام رو گوشزد بکنم، ولی با اتفاقاتی که تو این یک دو هفته من در مجازی دارم میبینم باز تصمیم گرفتم راجب این صحبت بکنم. بعضی وقتا تشویقیه، بعضی وقتا هشداریه، بعضی وقتا احتیاطیه و در این روزا من فکر میکنم بهترین چیزی که ما میتونیم برای کلیسا بدیم هشدار، چون از صبح که بلند میشیم ما یک سیل عظیمی از اطلاعات، یعنی دنیای اطلاعاته، اصلا وحشتناک هجوم اطلاعات. و بعد چون یه ذره بیدر و پیکرم همه چی هست، ما همه چی میشنویم دیگه در طول روز، یعنی تو کنتور که نمیندازه، میدونید، مثلا انواع اقسام ما چیزا عجیب غریب رو میشنویم، هیچ ممیزی وجود نداره، هیچ نظارتی وجود نداره. پس چقدر باید ما حواسمون باشه. در آستانه 40 هستیم. چه ربطی داره؟ بازار 40 داغه و در کنارش هم شهادت ایکس و ایگرگ و تولد ایکس و ایگرگ و در این میان ما یک عالمه ویدیوها میبینیم راجع به شفا. چقدر شفا زیاده. همین دیروز داشتم نگاه میکردم، یارو اومده بود میگفتش که 14 تا فلج مادرزاد در حرم آقا بلند شدن. بعد اون 14 تا نبودن، فقط آقا داشت روایت میکرد که من دیدم 14 تا بلند شد. ما هم گفتیم خدا رو شکر، مگه آدم ناراحته که یه فلج بلند بشه؟ حالا چه میخواد تو حرم آقا باشه، چه میخواد یه جای دیگه باشه، مهم اینه که اون فلجه بلند شه. میدونید؟ حالا چقدر درسته چقدر درست نیست، میخوام بگم که مقوله شفا و مخصوصا مقوله شفای جسم یه چیزیه که همیشه در همه باورها یه جورایی مثل اوجب واجباته. یعنی تو هر باور و مذهبی که میخوایم برید، اون تکیه اصلی رو که میکنن همه میگن شفا. یعنی اگه شما توی قومی رفتی یک شفایی صورت گرفت، یهو میبینی میلیون‌ها نفر فالوور میاد دیگه. میدونید خیلی مهمه، چون مردم الان دنیای امروز ما دیگه مردم انواع اقسام بیماری‌ها دارن، افسردگی ها زیاده، وحشتناک، انواع اقسام بیماری‌های جدید اومده، نقص عضوها و خب چه بهتر از این که یه عده بلند شن. میدونید؟ ببین من در جنوب شرقی آسیا زندگی کردم، خب دیدم انواع اقسام مکاتب رو دیدم، مکاتب هندو رو دیدم، انواع اقسام مسلمانای اونور رو دیدم، نیو ایجا رو دیدم، با خیلی هاشون حتی مراسمشون رفتم. مراسم دیپاولی که بزرگترین مراسم هندواست که هر سال برگزار میشه و تقریبا 2 میلیون نفر میان برای اون مراسم. و ببینید عظیمه ها، یعنی من فکر نمی کنم هیچ جای مثلا جلسه عبادتی و پرستشی 2 میلیونی برگزار بشه. خب و دقیقا اونجا هم که میری تاکید رو شفاست و واقعا اتفاقاتی هم میفته. مثلا منکر نیستم که بسیار واقعا اتفاقات میفته. خب پس میخوام بهتون بگم این مقوله شفا یه چیزی که همه روش تمرکز دارن و اصلا هم بد نیست. یعنی ما حتی در ایمان مسیحی اون چیزی که میبینیم، اتفاقاتی که میفته، خودش باعث میشه مثلا ما تشویق بشیم. خیلی با دیدن شفاها ایمان میارن و این دارم از اول موعظه میگم این هیچ ایرادی نداره بچه، هیچ ایرادی نداره. بسیار مبارکه، جلال خدا توشه، مردم آزاد بشن، هیچ ایرادی نداره. ولی یه جاهایی بد و خطرناک میشه که میاد در اولویت قرار میگیره. خوب دقت کنید، اولویت قرار میگیره. این شفای جسمه میاد یه جورایی اصلا میشه ملاک مسیحیت، میاد میشه ملاک ایمان داشتن، ملاک قوت. من مشکلی با این بازم ندارم، به شفا هم ایمان دارم، بارها و بارها این شفا رو در دیگران، در خودم، در بیماری که داشتم، همه اینا رو دیدم و خدا واقعا شفا دهنده است. ولی وقتی مشکل به وجود میاد که
این میشه یک فاکتور اصلی و عامل اصلی و تمرکز مردم فقط میره رو مقوله شفاه. اگر دیدند ایمان تقویته، اگر ندیدند هزار یک شبهه به وجود میاد. خب و جامعه مسیحی ما همیشه گفتم چون وابسته است و وام گرفته است از مسیحیت امریکایی، ما واقعا دارم میگم واقعا چیزی از خودمون نداریم در مسیحیت حال حاضر. ما هر چیزی که داریم از مسیحیت 100 ساله آمریکایی داریم بدون تعارف. ما درست از شرق میاییم ولی ما هیچ اثری از کلیسای شرق امروز در کلیسای ایران نمیبینیم. خب همش وابسته است. این مالکه مال حدود 70 سال پیشه که مسیحیان اوانجلیکال آمریکایی میان وارد ایران میشن، خدا رو شکر پیغامو میارن حدود 70 تا 80 سال پیش. بعد اون برادران خاچاتور میان در تهران اولین جماعت ربانی رو اونجا برگزار میکنن و اون آقای دکتر پوپ معروف که میاد تو اصفهان اونجا میسیونر بوده که الان مقبرش هم در اصفهانه. پس ما تمام مسیحیتمون وابسته به آمریکایی هست، یعنی تفکرات مسیحیت آمریکایی بین ماست. و چون مسیحیت ما نوپاست و مسیحیت آمریکایی هم خیلی تمرکز داره روی این مقوله فقط شفا 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 شفا، ما همینو گرفتیم دیگه، باید قبول بکنیم. آیا بده؟ اصلا. آیا بعدن ما مخالفی؟ نه، من خیلی خوشحالم. خب ولی وقتی تمرکز میره روی این مسئله یه اتفاقاتی میفته. من چند شد یه کشیش عزیزی هست که خیلی فیلماش هم الان وایرال شده، یا در حال دیو اخراج کردن و یا در حال شفا دادنه. خب بعد زیاد میبینم فیلماشو دیگه. من رفتم یه کامنت فقط براش گذاشتم خیلی مؤدبانه، چون نوشته بود این خانم 5 سال ایمان داره و الان دیو زده است و الان آزاد شده. یه ذره خب با الهیات من جور در نمیاد. 5 سال ایمان داره بعد دیو زده است، مثلا یعنی چی؟ مثلا یه ور دیو نشسته یه ور رول قدس دارن با هم چای میخورن. آقا نمیشه مثلا یا ایماندار دیو زده. بله ایماندار میتونه زخمی باشه، میتونه مشکلات روحی روانی داشته باشه فلانه، ولی که دیو زده است من نمیدونم. تو انجیل من نیست، من ندیدم، تو یه مورد هم ندیدم که در عهد جدید مثلا ایماندار دیو زده باشه. آقا ما رفتیم اینو خیلی هم مؤدبانه نوشتیم خیلی آدم کامنت ما رو پاک کرد. کامنت ما رو پاک کرد و بعد منم نوشتم که برادر در شایستگی شما به عنوان خادم خدا نیست که کامنت یه خادم دیگر رو پاک کنید، چون داره طبق کلام خدا با شما صحبت می‌کنه که توهینی نکردم. اومد تو دایرکت من نوشتش که من عمدن کامنت شما رو پاک کردم چون دوست نداریم نظرات مخالف در این صفحه داشته باشیم، ما به اندازه کافی در این صفحه مشکل و دشمن داریم. گفتم اینجوریه. پس تو فقط کسایی رو میخوای بیان اونجا که همسو باشن باهات. حالا یکی هم از کلام خدا داره بهت میگه که بابا همچی مسئله رو ما تو ندیدیم، تو به تریج قبات بر میخوره. بعد دیدم یه وایس گذاشت 10 دقیقه، مثلا بازم نکردم، کامنتو کلا پاک کردم. گفتم آقا دیگه تموم شد دیگه، اون ضربه رو زدی به منم آدمی نیستم یا راه بیفتم دنبالت. خب حالا چرا اینا رو دارم میگم؟ اصلا بحث ایشون نیستا، بحث این تمرکزه که آقا فقط شفا 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 شفا. حالا ببینیم آقا کلام خدا راجع به این مسئله چی میگه. یعنی مقدمه صغرا کبرا کردم براتون که آقا این آموزه شفای جسم که حالا یه فاکتوری هم الان در جامعه ما خیلی 7-8 سال ترند شده، خیلی شفا آزادی خیلی مد شده، طرف میگه شفا آزادی کردم و اینا. آقا یه نگاهی بندازیم راجع به این مسئله، چون هممون نیاز داریم. بنده باور دارم به شفای خدا، چون آرتروز گردن دارم و پدر صاحبم هم در اومده. خواهرمونا هم میدونم قطعا به نیاز به شفا داره. میتونید آیا خدا شفا میدهد؟ آمین. ولی اگر ندهد آیا مشکلی هست؟ نه. آیا در ایمان ما تأثیری حاصل میشه؟ هرگز، چون جسمه. حالا میخوام بریم رو کتاب مقدس ببینیم آقا هدف چیه. من میخوام بهتون بگم شفا بسیار مبارکه و جلال خداست، ولی هدف اصلی خدا یه چیز دیگه است از شفا. خب و تمام زور رو ما نباید بزنیم و رو مقوله ای که آقا طرف بلند شه. آقا خیلی ها بلند نمیشن، خیلی ایماندار داریم با بیماری بد میمیرن. مشکل دارن؟ نه اصلا ربطی نداره. چون ببینید در انجیل ما 33.5% انجیل راجع به شفا داره صحبت میکنه، ولی فقط شفای جسم که نیست. درسته؟
شفای روحه، شفای احساسات، شفای درونه، اونا رو هم باید در نظر بگیریم. ولی ما میایم گلچین میکنیم، اون شفا جسمه رو میذاریم. درسته؟ چرا؟ چون دیده میشه دیگه، میدونی، هم دیده میشه، هم یه حالت حس خوبی داره. و مثلا من مرد خودم دست گذاشتم بلند شد، اوکی ایتس گود. ولی اون چیزی که عیسی داره روی تاکید میکنه روش یه چیز دیگه است. ما میریم بررسی میکنیم. خب میخوام بگم تمرکز بر آزادی بیرون یه مقوله است که امروزه. ببینید آزادی بیرونی اون چیزی که دیده میشه، ولی مسیح تمام تمرکزش در وهله اول آزادی درونه. دقت کنید، آزادی بیرون، آزادی درون. راجع به این میخوام صحبت کنیم. خب به عبارتی این جمله رو اگه میخوان یادداشت بکنید، آزادی بیرونی درمان اسارت درونی نیست. متوجه این چی میگم؟ اینی که من الان مثلا فلج باشم، کور باشم، کر باشم، مثلا بلند بشم، شکر، این خیلی خوبه. ولی هیچ تضمینی، اصلا تضمینی نیست که تو بلند بشی و اون تحول در درونت به وجود بیفته. خدا شفا میده. چرا؟ برای جلال خودش. دو، چون محبته. درسته؟ ولی از چی؟ اون درون، خدایی که برای اون درون اومده، برای شفای اون درون اومده، اون رو باید ما روش تمرکز بکنیم. خب چه بسیاری، ما اینو هممون امروزه میتونیم شهادت بدیم، چه بسیاری از مسیحی‌ها و مردم شفای جسم رو گرفتن، ولی آیا تغییری توشون به وجود اومده؟ نه، نه، همونه. خب توی هندم همینه، بسیار شفا میگیرن جسمی، ولی آیا چیز درونشون تغییر میکنه؟ نه. سر همین در مرقس ما یه روایتی داریم، به ما هم نگاه کنیم. مرقس باب 2. این هم تعلیمیه، هم هشداریه، هم خیلی میتونه کمک کنه رو فکرتون. میدونید رو مایندستتون خیلی میتونه کمک کنه. مرقس باب 2 آیه 5. ببین، عیسی چون ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت. مفلوج چی میخواد؟ توپ فوتبال؟ مفلوج چی میخواد؟ زمین چمن؟ نه. مثلا کور چی میخواد؟ پلی استیشن؟ نه. مفلوج اسمش روشه، پا میخواد برای راه رفتن. درسته؟ چون ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد. نگفت ای فرزند در وهله اول، پای تو شفا پیدا کرد. گناهان تو اصلا مسیح اشاره به پای فلج نمیکنه. این همین روایت، این همین داستان یه جور دیگه در اون کوره مادرزاده هم هست. درسته؟ مسیح ازش میپرسه چه میخواهی؟ با سوال شما نگاه کنید، و کوره دیگه. چشم میخوادی، چیز دیگه نماد که. مسیح میگه برو گناهانت آمرزیده شد. به من خودم یه لحظه اگه بودم یه لحظه شوک میشدم دیگه. خب یعنی اول میاد دست میذاره روی اون درون، و وقتی اون درون رو نشونه گرفت در وهله اول، بعد میگه بلند شو برو. پس ما از این شفاهای عیسی که به عنوان یه الگوی یه چیز رو باید یاد بگیریم دیگه، که اولویت خدا در وهله اول این سایت. درسته؟ درون، نه سایت. ببین این ملاکه که کلیسا باید یاد بگیره ها. شاید 2000 سال خیلی هاشون یاد نگرفتن که آقا تمام تمرکز مسیح در درونه، اون چیزی که از درون باید عوض بشه. ببین مسیح وقتی میگه هیچ چیز شما رو نجس نمیکنه، درسته؟ هر چیز از آوتساید بره توی اینساید چی میشه؟ میخوری، میره توی مزبله.
درسته؟ اما هرچی که از اینساید میاد بیرون شما رو نجس میکنه. ببین تمرکز باز کجاست؟ اون تو. چقدر مهمه. ببین اینا مثال گنده ای یا اینا چیزایی نیست که مثلا بگیم یه بار در انجیل اومده. تماما در بافت انجیل ما داریم همینو میبینیم. خب میگه اول گناهان آدم ارزیده شد، آزادی از درون شخص مهمه که باید شروع بشه، نه از بیرون. شفا مبارکه، شفای جسم بی‌نظیره، جلال خداست و محبت خداست. ولی این مهمه در وهله اول، اولویته. چه فایده؟ ببین صحبت اینجاست. چه فایده که یه شخصی خوب بشه؟ جسمش، قلبش، مثلا چشمش، کلش، پاش، آرتروزش و اما از درون هنوز درگیر و اسیر و میدونید 1001 اسارت دیگه. مثلا من پام شفا پیدا کنه به عنوان مسیحی ولی پر از حسادت باشه، پر از دوز و کلک و زیرابزنی و 1001 چیز دیگه باشه. اصلا اصلا مسیح میاد اول تکلیف گناهان و تکلیف درون رو مشخص میکنه، بعد آزادی شخصی رو بهش هدیه میده، آزادی بیرونی رو بهش هدیه میده. تمرکز اصلی آزادی درون، بعد شفای جسمه. اما امروز جای اینا عوض میشه. دقت کنید اکثر کلیساها میان رو آموزه شفاهی دارن، تک شفاهی جسم، شفاهی جسم، جلسات شفا آزادی فلان 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 فلان. شفا هم پیدا میکنه، نمیگم نمیکنه، ولی از جلسه میره بیرون همونه. دقت کردید؟ الان ماشاءالله هم میفتن رو زمین قش میکنن، دست پا میزنن فلان، خیلی خوبه اصلا دست پا هم بزن. ولی خب وقتی میری بیرون دست پا نمیزنی، جفتک میزنی دیگه. ببخشید بیرون میری همونی. اونجا دست پا زدی مثلا در حضور خدا، ولی بیرون که میری چیز تغییر نکرده. من زیاد دیدم و یعنی نمونه های بسیار بسیار هزاران هزار. خب و دقت کنید در طول تاریخ بشر بسیاری از ندارها و محرومین و کوچیکا وقتی به قدرت رسیدن از هیتلر بدتر شدن. چرا؟ چون هنوز از اون درون، از اون عقده ها، از اون کمبودا، کینه ها، حسادت ها هنوز آزاد نشدن. کوچیک بودن. هیتلر مگه چی بود؟ یه نقاش، یه بچه نقاش بود، نقاشی میکشید کنار خیابون. ولی چون از درون تغییر نکرد، قدرت که دستش افتاد چیکار کرد؟ جهان با آتیش کشید. درسته؟ و مسیح برای همین میاد که آقا انسان ها از درون تبدیل بشن، از درون. و این چیزیه که باید کار بشه رو کلیسا. ولی کلیسا میچسبه به ظواهر بیرونی که دیده بشه، مردم ببینن واو چه خبره فلان. نه اصلا اشتباه. انحراف دقیقا تو همین ماجراست. خیلی ها شفای جسم گرفتن ولی کجان الان؟ نیستن. چی کار میکنن؟ نیستن. شما لطفاً فرقه هایی که در طول این سالیان سال 100 ساله، یه الان همه چت جی پی تی دارن، خب یه سرچی بکنید فرقه های 100 سال اخیر که اومدن، فرقه های 100 سال اخیر و رهبرانشون رو برید آموزه هاشون رو بخونید. جدی میگم اینه یه چیز باشه، اصلا یه حالت تکلیف شب باشه براتون. خب برید ببینید مثلا مثل شخص به اسم جوزف اسمیت که تو آمریکا بود، خب دیوید کورش تو آمریکا بود، از فرقایی که اومدن، از جیزس اونلیا، از شاهدین یهوه، از مورمون ها، از ادونتیستا، اینو شما برید رهبرانشون رو ببینید، به عملکرد یه چت جی پی تی بزنید دیگه. اکثرشون اینا آخر عمر یا به زنا یا به قتل یا به همجنسگرایی و متحد شدن و خیلی از افرادشون هم همینجور. میدونید اینو پس برید یه مطالعه کلی در همین 100 ساله 2000 سال نمیگم چرا از درون اینا عوض نشدن. حالا کاری به کالت بودنشون نداریم، چون از درون اتفاقی براشون نمیفته، همش به ظاهره.
و بعد هر گونه دوز و کلک و کلاهبرداری. ببین چرا یه شخصی وقتی یه خطایی میکنه میره پیش قاضی، خب چرا قاضی مثلا برای اون جرم بسته به اون جرمش مثلا 10 سال زندان میبره؟ چرا میبره؟ برای اینکه اون تایم زندان حکم بازپروری داره دیگه، باید طرف بره بشینه تو گوشه به اعمال خود زشت خودش فکر کنه دیگه، درسته؟ همون لحظه اگر اون قاضی اون شخصی که داره اشتباه میکنه رو تو جامعه ول کنه، چه اتفاقی میفته؟ جبران ناپذیره دیگه، درسته؟ شما یه نفری که مثلا قاتل مثلا پدوفایل بچه ها رو تجاوز میکنه، اگه بگیریش و آزادش کنی چه اتفاقی میفته؟ همون هفته بعد باز دوباره همون تکرار میکنه، مریضه دیگه، درسته؟ پس میره تو زندان تا با همین اتفاق در مسئله روحانیه ها. همین اتفاق در مسئله روحانی هم میفته. وقتی مثلا ایمان داره فقط شفای جسم رو میگیره، ولی شفای درون رو نداره، ولش میکنه تو جامعه. گاز میشه مثل زامبیایی که تو کلیسا هم دیگر گاز میزنن، دیدی؟ یا شبانه مردم رو گاز میزنن یا مردم شبانه رو گاز میزنن، کلا گاز تو گاز. چون نیست اون در درون، میدونی اون تغییره حاصل نشده. و من واقعا متوجه نمیشم چرا مقوله به این مهمی از همون اول روش نمیاد تمرکز بشه و ما باید این کارو بکنیم، حداقل برای خودمون. من کاری به جای دیگه ندارم، من اول برای خودم و بعد برای شما دارم میگم که این مایندستتون بشه. خب مثلا ما تو نمونه های کتاب مقدس چند تا داریم که عیسی وقتی با اینا روبرو میشه، اگه دقت کنید دست میذاره روی درونیاتشون. دقت کن مثلا زیاده قضیه مثلا زن سامری، درسته؟ زن سامری خطاکاره، قاعدتا طبق کتاب مقدس زناکاره، درسته؟ 5 تا شوهر داره، ششمی هم مال خودش نیست، درسته؟ عیسی وقتی میره بغل چاه، شما دقت کردید یه مقوله شفا آزادی اونجا داره اتفاق میفته؟ میخوایم مفهوم شفا آزادی رو بفهمید، برید زن سامری رو بخونید. ببین شفا آزادی اون نیست که حالا دست میذارن لجق میزنن و اینا، نه. شفا نمونه یک شفا آزادی که از درون باعث شفای زن میشه، زن سامریه. ببین میره اول باهاش صحبت میکنه. چرا؟ چون اون زن هیچکی باهاش صحبت نمیکنه، چون اون زن طرد شده است، درسته؟ چون اون زن منفوره، چون اون زن سر زور اومده آب ببره. چرا؟ برای اینکه سر زور هیچکی سر اون چاه نمیره، اون چاه سوخار. همین الان شما تشریف ببرید سر چاه سوخار یا همون چاه یعقوب، یه تخمرغ بشکنی روی لبه چاهه، تخمرغ میپزه. ولی خانومه زور رفته اونجا. چرا؟ برای اینکه به خاطر آبروش، به خاطر که مسخره نشه. پس مسیح میاد با همچین شخصی شروع میکنه اول مکالمه کردن، بعد که من آب بده. یعنی مسیح قاعدتا نجسه اونجا. درسته؟ نباید از اون زن چیزی بگیره، یهودی نباید چیزی بگیره از دست زنی که آلوده است. ببین مسیح میشکنه. شفا آزادی همینه دیگه، که میاد اون حقارت درون رو میشکنه در وهله اول. بعد میاد به زنه چی میگه؟ زنه میگه ای آقا پدران ما در کوه خدا رو پرستش میکنن. یه زنه فاز مذهبی برمیداره، دیدید؟ یه چیز میشه، اون رگه مذهب میزنه بیرون. و مسیح میگه حاج خانم، زمانی فرا خواهد رسید که نه در این کوه بلکه در همه جا خدا رو در روح و راستی میپرستن. ببین مذهب و شکست. میبینید شفا آزادی رو؟ میبینید چیه؟ قدرت مذهب و شکست، قدرت تحقیر زن و شکست، قدرت طرد شدگی رو شکست. گفت آب بده به من، رابطه نزدیک برقرار کرد، درسته؟ شفا آزادی جلوی چاه انجام میگیره. بعد حاج خانوم چون از درون آزاد شده میره تو سامره، درسته؟ پیغام میده، همه میپذیرن. آدمی که شفای درون گرفته وقتی بره بشارت بده باعث شفای درون میشه. آمین. من اگه شفای پا گرفتم ولی شفای درون نداشته باشم، برم بیرون، ببخشید یه دوزاری کف دستم نمیذارن. شفا نگرفتم.
حالا اینجا میفهمیم چرا مسیح میگه، به علما میگه کوری عصاکش کور دیگر. درسته؟ نه خود وارد میشوید، نه میذارید دیگران وارد شن. چرا؟ راست میگه دیگه. درون وقتی نیمو عوض نشه نمیتونه باعث آزادی دیگران بشه. درسته؟ یه عده بیتنی ها میاد دنبال نیما میرن تو باقالیان. ببین خیلی قشنگه اصلا. چقدر توی این بافت ما داریم اینو میبینیم، زنه رو به سلامت با یک شفا آزادی، با یک درون تغییر یافته میره بشارت میده، همه هم میپذیرن. درسته؟ پولس، ببین پولس چقدر میشکنتش قبلش. قبل اینکه پولس حرکت بکنه آیا شفا آزادی درونش صورت نمیگیره؟ چرا؟ درسته؟ اون با اون آهون و طلبش، من شاگرد قمالائیل پاس رومی دارم، درس خوندم، در مکتب او بودم، عالم شریعت بودم، 10 دادم، فلان بودم فلان بودم. زرتی از اسب میکشدش پایین. بیا پایین بچه بی پایین. کورش میکنه، نمیبینه. 3 روز میفرستتش به کارهای زشت خودش فکر کنه در کوری. ببین اون 3 روزی که کوره داره فکر میکنه، میگه چی شد بابا، من که خیلی آدم توپی بودم، من که خیلی روحانی بودم. نه، درون دوست نشده بود. میره بعد یه نفر رو پیدا میکنه که اصلا هیچی به حساب نمیاد. اون حنانیا میگه یه شخصی رو تو کوچه ها پیدا کرد، گفت برو برای پولس دعا کن. دقت کنید. میدونی مثل چی مونه؟ مثلا من ایماندار 50 سال ایمان دارم، خب بعد یه نفر مثلا تازه به مسیح ایمان آورده، بعد اون بیاد بگه که من میخوام برای تو دعا کنم شفا بده، بهت بر نمیخوره. مثلا این جقله اصلا تو هنوز شیشو بهش نمیدونی چیه. ببین چجوری میشکنه هستی. یارو شاگرد فلان مرجع عالی قدر فلان قشنگ یه کور بدبخت افتاده علیل اینجور نمیبینه یه بچه بعد جالب حنانیا میاد دعا میکنه شبا، به حنانیا ناپدید میشه، اصلا معلومه حنانیا کیه. به میشکندش شفای درون. ببین خودم در نمیارم، ببین همه رو دارم توی طبق آیات کلام خدا میگم. و اینجور آزادی است که باعث میشه برن و باعث آزادی دیگران بشن. زن سامری بعد از آزادی درون رفت کل سامره رو به آزادی دعوت کرد. پولس بعد از آزادی درون رفت جهان رو آورد به سمت مسیح. ببین چقدر مهمه. هر چی غیر از این، ببین کار خدا خیلی هاش یه فرموله، تعارف نداریم دیگه، خیلی خیلی جهان فرمول نیست، میدونی خدا سورپرایز میکنه، کار عجیب. ولی یه سری چیزا مثل جاذبه زمینه. آقا جی مساوی با 9 × 8. آقا 9 × 7 شد کله ملقی. یه تونه بیاد پایین نمیدونی کجایی. خب کار خودم خیلی وقتا همینه، شما نمیتونی این فاکتور رو جا به جاش کنی، نمیتونی اینو عوضش کنی. اول اون مهمه. ببین اسرائیل یه نمونه خیلی واضح از آزادی بیرونی بدون آزادی درون. دقت کن. دقت کردی؟ آزادی درون آزادی بیرون داره. هاللویا آزاد شدیم فلان، بریم حمله بزنیم بیرون. ولی درونه خدا از بندگی آزاد کرده اما هنوز دلشون در بند. خدا از بندگی آزاد کرده پر از ترسن. خدا از بندگی آزاد کرده پر از شکایتن. خدا از بندگی آزاد کرده پر از عدم اعتمادن. خدا از بندگی آزاد کرده پر از قرقرن، پر از نالن. ببین سر همین هیچ اتفاقی نمیافته برای اسرائیل. همین امروز در زندگی امروز این همونو بیار تو زندگی مسیحیه. همون. اصلا شک نکنید که غیر از این فرمول چیز دیگه نیست. مثل امروز مثلا آقا من افتخار چیز داشتم، همکاری با معتادین و گمنامان انجمن ای رو ای چی میگن ای با همین آرش عزیز. من که خب میگم خدا شد چیزم فیض خدا بوده،
نه الکل بهم خورده، یعنی بیشترین الکلی که بهم خورده اون موقعی بود که میرفتم آمپول میزدم. بعد اون پنبه که میزد اون الکله، بیشترین الکل اون بوده. ولی خب این افتخار رو داشتم، یه 2 سالی در بین معتادان و انجمن معتادین گمنام بودم. خب زیاد دیدم که معتادی که به ظاهر از اون اعتیاد آزاد شده نمیکشه، خب ولی مغزه هنوز داره میکشه. باور کنید یه جمله‌ای بود که یه نفر بود که 10 سال بود، بهش گفتم لغزش نداشتی تو؟ گفت نه من 10 سال پاکم، ولی بین خودمون باشه تو ذهنم همش خمارم. سر همینه لغزش به وجود میاد دیگه. سر همینه مثلا بعد از یه مدت ترک میکنن میگن معتاد لغزش کرده دیگه. نه چرا؟ چون اون شفای درونه به وجود نیامده. و ما وقتی با آرش خدمت میکردیم، واقعا اونایی که شفای خدا تو وجودشون نمونهش خدا آرش دیگه، حالا اینجا نیست، روش که شاید نه، یادش چی میگن اینجور وقتا. نه آرش که هست، یادش جاش خالی، جاش خالی. خب خدا آرش یه نمونه است دیگه. ببین چون شفای خدا تو با مرتضی میگه خودش نیست خداش کرد. ببین چون آرش خیلی تقریبش بالا بود، خودت میدونه، شهادتش رو گفته، اما چون شفای درونی اتفاق افتاد اینجاش هم آزاد شد. ولی خیلی هم معتاد اصلا اتفاق نمیفته، سر همین لغزش میکنن، چون تغییر درون نیفتاده. خب طرف همیشه تو ذهنش نشست. ولی مثلا یه نمونه برعکسش رو مثلا خود پولس. خب پولس از درون آزاده، پولس شفا اومده روش، از درون آزاد شده. حالا لحاظ بیرونی خیلی وقتا اسیره، دقت کنید، از درون آزاده، از لحاظ بیرونی اسیره. مثلا تو اعمال رسولان پولس و مثلا سیلاس تو زندانن، درسته، تو بندن دیگه. خب یعنی از لحاظ ظاهری اینا در اسارتن، ولی چون از لحاظ درونی آزاد شدن شروع میکنن پرستش کردن. میبینید تفاوتو چقدر مهمه؟ پس خدا جسم رو شفا میده چون محبته، چون برای جلال خودشه. اما همه معجزات جسم موقتیه. خب موقتیه. الان مثلا من پام خوب بشه بلند شم، ایتس اوکی، جلال خداست. خب پس فردا ماشین میزنه بهم سقط میشه. مثلا اصطلاحات من ببخشید از کوچه بازاریه. خیلی به من گیر میدن و برادر این لحظه صحبت کردن یه خادم خدا، من با بچه‌ام راحتم، چیکار کنم؟ نمیتونم کلمات قلم استفاده کنم، بچه‌ام راحتم. خب بعد آقا ایلازر دیگه، ایلازر باب 11 انجیل یوحنا بزرگترین معجزه است دیگه، زنده شد. خب چی شد؟ خبری ازش نیست، چند وقت بعد مرد دیگه، میمیره دیگه. هدف عیسی اومد اونجا گفتش که آقا من قیامت حیاتم، درسته؟ اومد اون نجات ابدی، اون درونیاتو. وقتی ایلازر از قبر میاد بیرون، دقت کنید، وقتی ایلازر از قبر بیاد بیرون، کلام خود تو همون انجیل یوحنا باب 11، خب میگه کفن پیچ اومد بیرون دیگه. تو حساب کن یه مرده این کفن پیچ اینطوری اومده بیرون، خیلی ترسناکه. کفن پیچ اومد بیرون. بعد عیسی اون یه آیه کوچیک اونجا چی میگه عیسی؟ رو میکنه به شاگردا یا میگه رو به مردم کرد و گفت کفناشو باز کنید. یعنی یه نفر که شفا پیدا میکنه میاد بیرون، درسته شفا پیدا کرده اما هنوز در بنده، باید کمکش کنی کفناش باز شه. حالا من دارم اینو تشبیه میکنم و درسته از قبر اومده بیرون با کفن اومده، نجات پیدا کرده، شفا پیدا کرده یا نه؟ آره شفا پیدا کرده، مرده زنده شده، ولی هنوز در بنده. آقا من و شما وقتی به مسیح ایمان میاریم خدا رو شکر، وقتی شفا جسم پیدا میکنه خدا رو شکر، ولی هنوز در بندیم. هنوز کلی سرخ سنبه داریم که اینا همه اسارتتون.
میگه بازش کنید، یعنی کمکش کنید. شما خادمین، مردم، کمکش کنید این یارو آزاد بشه. درسته؟ یا مردی که تو انجیل یوحنا باب 5، خب کنار اون حوض بیت هسدا، خب همون که همیشه من مثالشو میزنم، میگم این آقا روزی 1 سانتی متر هم میرفت بالاخره میرسید به حوضه. ما هر جلسه باید این بنده خدا رو بکشیم وسط بریم ملکوت. یارو میاد سراغ من میگه مرد چیکار به من داری، بیخیال من شو. خب ببین قشنگ عیسی وقتی شفاش میده میگه بلند شو برو و دیگه گناه نکن تا بدتر نشی. ببین باز دست میذاره روی اون درونه، اون فاکتور درونه. خب پس میخوام بهتون بگم، باز لطفاً بعداً شما رو که نمیگم، بعداً از حرفای من میاد تیکای منو میبرم و میذارم میگم واو بعد آقا آیا بردنی ما ممکنه شفای بیرونی؟ نه هاللویا. الان به خدا من باورم اگه خواهر مونا الان بلند شد بگه آقا درد من رفت، میگم جلال از آنم هستی تو شفا داره، گردن خودم شفا جلال، من شکی روی ندارم. خب ولی این سوال از خودتون بپرسید و این مایندستتون بشه، آزادی بیرونی یا درونی یا هر دوش. ما میگیم هر دوش، ولی اگه فقط به دنبال بیرونی باشی تضمینی برای درونیه نیست. درسته؟ اگه تمرکزت رویش بی قسمت اینساید باشه دلیلی بر این نمیشه که اون آتسایده تغییری پیدا کنه، نه برعکسش. ولی مهمه اگه تو در درونت بخوای عوض بشی، بله بیرونم اون اتفاق میدونی مثل چیز مونه. من همیشه مثلا به من میگن که مثلا اینا که میخوام موزیک کار کنم، میگم برادر ما میخوایم مثلا پیانو شروع کنیم، آیا میشه روی کیبورد روی ارگ ما یاد بگیریم؟ میگم نه. اگر رو پیانو یاد بگیری ساز رو کیبورد میتونی بزنی، ولی اگر رو کیبورد یاد بگیری رو پیانو نمیتونی بزنی. متوجهی؟ چون فرق میکنه. اگر رو پیانوی واقعی یاد بگیری کیبورد رو میتونی، گرگ رو میتونی بزنی، ولی وقتی رو ارگ بزنی نمیتونی رو پیانو، دستات جون نداره. پس اول مهم در باور ایمانی ما شفای درون، یعنی شما میخواین دعا بکنید برای خودتون در وهله اول، واقعا اون درونیات هر کدومتون هر مشکلی دارید، حالا من خودم این سری مشکلا دارم که باید درست شه، خدای اول اونو درست بکن چون هدف اونه. حسادت داری اونو ببر، تلخی داری اونو ببر، کینه داری هزار من نمیدونم. و شفای جسمم خداوندا اراده تو. میگه 3 بار از خدا خواستم این خار جسم رو از من برداره، ولی خدا در نهایت گفت فیض من تو را کافیست. درسته؟ یعنی پولس جان من میخوام این بیماری فعلا بمونه باهات، تو دنبال من بیا. نیما اشکال نداره، اینو بپذیر. میتونی این گردن در رو بپذیری؟ بله خدا میپذیره. چیکار کنم؟ چاره ندارم. یه روز هم دیدی شفا داد. بعد آرمان روش شد، همیشه میگو من این افسردگی اذیتم میکنه، باورم دارم خدا شفا دهنده است، ولی اگه نداد و تا آخرین لحظه من غلام میشم. تمام شد. بیماریش هم بود و با سر بلندی با شکوه رفت. درسته؟ پس تمامش میکنم. بیرونی درونی. بیرونی چیه؟ همین چیزی که الان داریم. پول نداریم، مشکل داریم، قید و بند داریم، بیماری داریم، اینا چیزایی که داریم. آیا میتونه خدا عوض کنه؟ 100%. عوضم کرد جلال از آنه. خب یه سری درونی داریم، گناه داریم، ترس داریم، حقارت داریم، شرم داریم، ایگو داریم. ایگوی از همه بدتره، همون نفس اماره، منم اون همه بدتره. اینا عوض نشه تو 1000 نفرم شفا بده، 1000 قسمت بدنت هم شفا بگیره، 2000 نمیارزه.
چون اومده برای شفای درون، چون خداییه که میاد. شما تمام تعالیم عیسی رو نگاه کنید، همش برای درونه، این سایده. شنیده اید به شما گفته شد زنا نکن، اما من به شما میگویم. فکر میبره تو این سایت، درسته؟ شنیده اید به شما گفته شد، اما هر که خشم گیرد، این سایت. واو. ولی ما امروز تعالیم عمیق مسیح که به درونمون ربط داره رو میایم تقلیلش میدیم، همه رو میکنیم چیز ظاهری. خب اگرم نبینیم میگیم که خب خدا معجزه نمیکنه، نکرده. خب اسرائیل هم همین بود. اسرائیل میگفت با دیدنه که من دنبال تو میام، درسته؟ هر جا میدید میرفت دنبالش، هر جا نمیدید استاپ میکرد، قرمزش کرد میکرد، چون درونه عوض نشد. و ما چقدر امروز ایمانداران و کلیسایی نیاز داریم که واقعا از اعماق وجود این تغییره به وجود بیاد، نه اینکه حالا تو بلند شی ایکس و ایگرگ. اونم خدا رو شکر، اونم عالیه. آقای واعظ، آقای ایکس که تمام تمرکزت روی شفا آزادیه، تمام تمرکزت روی اینه که امروز تو جلسه ما چند نفر بلند شد. خدا رو شکر اگه بلند شه، ولی اون چند نفری که بلند شدن، چند نفرشون میمونن، چند نفرشون ثمر میدن، چند نفرشون پربار میشن، چند نفرشون میتونن باعث تغییر جهان پیرامون. چند نفر ندادیم دیگه. خب تعارف که ندارم الان چقدر کمن اونایی که واقعا با اون درونیاتشون بتونن تاثیر بذارن. خب نیست، برای اینکه کل بافت این کلام داره راجع به این سایت صحبت میکنه. سر همینه با این تموم میکنم. تو انجیل یوحنا باب 8 آیه 36 میگه اگر، خوب گوش بدید، اگر پسر شما را آزاد کند حقیقتا آزاد خواهید شد. نمیگه اگر پسر شما را شفا دهد آزاد خواهید شد. ببین آزادی مسیح رو شما باید اینجا تعریف بکنی. خب من همیشه سوالم این بود، میگه اگر پسر شما را آزاد بکند. خب یه بار اینو من شبانم پرسیدم سالها پیش، گفتم برادر انقدر اوضاع خرابه، مثلا ما داریم میبینیم مسیحیت اینجوری میکنه اونجوری میکنه، ایمان داره اینجوری میکنه اونجوری میکنه، پس این آیه یعنی چی؟ اگر پسر آزاد کنه حقیقت آزاد شده، پس چرا هیچکی آزاد نیست الان دور بر ما؟ یه جوابی داد، اون موقع نفهمیدم. خب اصلا یادم نیست چی گفت، ولی امروز دارم میفهمم که اولا آزادی مسیح رو تو چی تعریف میکنی؟ درسته؟ آزادی که مسیح تو بافت کتاب مقدس داره میگه راجع به درونه است. سر همین میگه اگه مسیح آزاد کنه یعنی چی؟ یعنی اگه از درون تو رو آزاد کنه تو حقیقتا آزاد میشی. و سوال اینجاست آیا امروز ما واقعا از درونه آزاد شدیم؟ نمیگه اگر پسر کسی رو شفا داد، نه، آزادی درون. بیاین تمرکز بکنید، یه لیست بردارید هر کدومتون، هر مثلا چیزی که فکر میکنید از درون مثلا بستتتون، از درون داره اذیتتون میکنه، هر چی من نمیدونم، لطفاً سرچ کنید روی کاغذی گوشه کتاب مقدستون، اینو بنویسید و هر روز اینو به خدا بگید خدا من میدونم توی این قسمت حسودم، خدا من میدونم توی این قسمت فلانم. درسته؟ بعد یه مدت میگذره، ممکنه 2 ماه 3 ماه 6 ماه 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال نمیدونم، یهو میبینید ناخودآگاه تیک خورد رفته، اصلا خودت هم نمیفهمی. من قبلا اینو داشتم. بعد میرید سراغ دوم، خدا من اینو دارم اینو هر روز ببر به حضور خدا من اینو درون من شفا بده، خدا من اینو تو فکر من شفا بده. و بعدش هم برای جسمت دعا کن، اشکال نداره. اگه مسئولیتی داری تو کلیسا، اگر شاگردی داری، روی این تمرکز کن. اول بگو بیایم با هم صحبت بکنیم، چیا تو زندگی اذیتت میکنه، چیا از درون داره اذیتت میکنه، اونا رو خدا اول شفا بده، تا اینکه اول بیایم تمرکز بکنیم پات خوب بشه دستت خوب بشه، که اونم مبارکه، ولی این تضمینی برای اون چیزی که مسیح میخواد و برای آینده نیست.
و مبادا خدایی نکرده کوری عصاکش کوره دیگه بشیم. طرف نمیدونه چیه، همینجوری شروع میکنه گفتن. یه عده هم ماشاءالله ایرانی هم که استاد فالوور کردن، یعنی الان مثلا من اینجا یه جنگل بازی در بیارم و یه حرکت ژانگولر بزنم، یهو باورتون نمیشه پیجم پر میشه. برای چی پیجم هر روز داره کمتر میشه؟ چون ژانگولر بازی نداریم دیگه. جدی میگم، شما یه حرکت ژانگولری بزن الان کلی میان طرف، یه چیزی بگو که همین هم سال نمونهش توی اینستاگرام هست ماشاءالله، مثل قارچ هم داره بعد تولید محتوا میکنه. آقا روزهای آخر همتون هلاک میشید، امروز توبه نکنید همتون سقط میشید، همتون آتش میخورید، فلان فلان. ماشاءالله ملت هم دوست داره، همه میریزن. آقا یه ذره پیغام محبت خدا، بخشش خدا، فیض خدا، رحمت همش داوری اعلام میکنی. 300,000 نفرم فالوور فیک داره، البته فیکن، همه رو من رفتم دیدم. بعد پس بیاین جدی میگم به نام عیسی مسیح خداوندا این ساید من عوض کن. آزادی این ساید هدف خداست. هیچ جای انجیل اولویت بر روی آزادی بیرون نیست، بلکه در درونه. بیایم دعا بکنیم و این خیلی خیلی مهمه و روش فکر کنید تو مدت دعا، و هر چی که دارید به ذهنتون اومد میتونید تو همین لحظه یه گوشه‌ای بنویسید و تمرکز رو بذارید روی اون. به نام عیسی مسیح. من